همین برخوردها باعث شده برخی از این هنرمندان یا خانه نشین شده و یا اینکه ایران رو به قصد کشورهای دیگه ترک کنند. بله، افرادی که در پایان این گزارش دیدیم که برخورد نیروی انتظامی باشون به این صورت بود، اعضای گروه زرد یواش هستن، اعضای گروه موسیقی خیابانی که الان در خارج از ایران به سر میبرند و روی خط اسکایپ مهمان برنامه ما هستن. سلام، میخواین خودتون رو خیلی کوتاه معرفی بکنید تا بریم سراغ سوال‌ها. سلام، درود بر همگی، درود بر شما و بینندگانتون. پدرام ملکوتی هستم، برادرم پیام ملکوتی، اعضای گروه موسیقی خیابانی زرد یواش یا همون اسلو یلو. بله آقایان ملکوتی، حالا من نمیدونم هر کدوم دوست دارید جواب بدید. این ویدیو رو که در آخر الان دیدید و شنیدید، حستون چی بود اون شبی که در مرکز خرید باهاتون این برخورد شد؟ و در کل چه شد اصلا از ایران خارج شدید؟ حس تلخی دیگه، حس تلخ به خاطر اینکه تو وطن، تو خاکت اجازه فعالیت نداری و توهین و تحقیر میشی و فشارها زیاده. نه برای ما، برای تمام اعضایی که تو خیابون الان دارن تو این سال‌ها ساز میزنن. دقیقاً چه شد؟ بگو جانم. من حس یک کتبانی داشتم که از صبح پا شده، قرمه سبزی بار گذاشته، خورد کرده، ریخته تو قابلمه، بعد قرار شب مهمون بیاد. همون لحظه که قرار مهمون بیاد 10 دقیقه قبلش یکی یه ساعت نمک میریزه تو قابلمه قرمه سبزی. بله، خب میخواید تعریف بکنید خیلی کوتاه که اصلا چه شد تصمیم گرفتید از ایران خارج بشید؟ موسیقی خیابانی ایران قبل از انقلاب، پیش از انقلاب، زندیات فریدون فروغی تو خیابان پهلوی و ولیعصر کمونیست ساز می‌زد که تصاویر از ایشون هست. بعد از انقلاب هم که سازهای مثل آکاردئون و ویولون و ضرب و سنتور و ولی گیتار رو به این شکل پاپ و حالا راک تو خیابونا اینجوری نبود. من خودم 81 شروع کردم، سال 81 شروع کردم و چند ساز زدم، اعتیاد داشتم به مواد مخدر و بعد از اینکه پاک شدم با پدرام به کمک پدرام در واقع بند رو انداختیم. پدرام اسم گذاشت و فیسبوک رو انداخت، همین اسم زرد یواش رو. زرد یواش. ویدیوها پخش شد، شبکه‌های ماهواره‌ای ما نشون دادن، هیت شدیم و با شبکه VOA صدای آمریکا که مصاحبه کردیم. بعد اون مشکلات شروع شد، گیر دادن شروع شد، حالا محسوس و نامحسوس دیگه. تهدیدها، فحاشی و بعضی وقتا هم که ضرب و شتم هم داشتیم، ولی خب حالا مدرکی سر این نیست. ولی خب این کسایی که تو ایران زندگی می‌کنن شرایط کاملا میدونن. و این اواخر دیگه خیلی تهدیدا بالا گرفت. بعد اینکه مجوز گرفتیم که تمام این سیستم یک مافیا بود از نظر من، نظر شخصی من، تجربه منه که این قاتل وقتی پر شد من به این رسیدم که یه عده نمیخواستن کار کنن، به اون مجوز دادن. بعد از مجوز آلبوم منتشر نشد، 1 سال اندی استنبایی شدیم و خونه نشین بودیم، افسردگی گرفتیم، استرس داشتیم، فشار روحی، روانی، فشار مالی از همه بدتر بود. نه تو خیابون میتونستیم ساز بزنیم چون وزارت ارشاد از ما تعهد گرفت به این شرط به شما مجوز میدیم که تو خیابون ساز نزنید تا آلبومتون منتشر شه. چون ما یه سری اهداف معنوی داشتیم. پدرام دقیقاً همین رو خواستم بگم. شما تو گفتگوهایی که قبلا کردید، حالا صحبتایی که در اینترنت منتشر شده، اشاره کردید که اولین گروه موسیقی خیابانی هستین که اهداف دیگه‌ای هم اتفاقا در این سال‌هایی که فعالیت می‌کردین دنبال می‌کردین. دقیقاً چه بود هدفهایی که داشتید در ایران؟ خب من اول راجع به اولین توضیح بدم. این که ما اولین هست، اصلا اولین مهم نیست، ولی خب ما اولین گروه موسیقی خیابانی بودیم که پلاکارد زدیم. همین جمعون پلاکارد زحمت می‌کشید به من بدیم. بله. اولین گروهی بودیم که داشته باشیم. بله. پلاکارد زدیم برای گروه. این پلاکارد اولین پلاکارد موسیقی خیابانی ایرانه که من خودم چاپش کردم و درستش کردم و جلوی بساطمون در واقع این تابلو رو ما می‌زدیم. و اینکه مستند خانم مهتاب سلیمانی که تو فیسبوکمون هم هست، یه مستندیه که از تمام گروه‌های موسیقی خیابانی تو این چند سال گذشته ساخته شد و این حرفی که داداش میزنن تو اون قشنگ مشخصه که تنها گروهی بودیم که پلاک داشتیم و فیسبوک داشتیم و اینکه اولین گروهی بودیم که مجوز گرفتیم و اولین گروهی بودیم که تور دور ایران داشتیم
مجوز گرفتید و آلبومتون منتشر شد، با هزینه خودتون بود، اسپانسر داشتید؟ منتشر نشد متاسفانه. نه ببخشید، آلبومتون ضبط شد. آره ضبط شد، تقریبا میشه گفت مقداری هزینه‌اشو خودمون دادیم، مقداریش هم یه مؤسسه کمک کرد و مؤسسه فروغ فلق. ولی چیزی که بود اینا اومدن ما رو متوقف کردن. مؤسسه فروغ فلق نه، ولی یه تهیه کننده ای بعدش از نمیدونیم از طرف چه ارگانی اومد، از طرف چه اشخاصی اومد، با ما قرارداد سفت و سخت بستن و گفتن وقتی قراردادو بستن گفتن دیگه آلبومتون رو تا 8 سال منتشر نمی‌کنیم و نمیذاریم نه اجرا داشته باشید. همینجوری. خب الان ببینید سوال من خیلی سوالا رو اگه خیلی کوتاه جواب بدید برسیم به تمام سوالایی که من دارم. شما الان گفتید که آلبوم رو مجوز گرفتید، به هر حال کار می‌کردید، اما علت این که پخش نشد و سختگیری‌ها شروع شد این بود که شما نمی‌خواستید موسیقی خیابونی رو در کنارش متوقف بکنید. درسته؟ درسته. موسیقی خیابونی رو اما گرفتن، چون ما توی تایم سر صدا زیاد ایجاد کرده بودیم. از پلیس امنیت ما رو خواستن که چرا شما فرهنگ سازی، چرا دارید ساز می‌زنید، چرا این فرهنگ رو راه انداختید، چرا وسط خیابون ساز و دول آوردید می‌زنید. خیلی اون بازداشتی که ما شدیم و شکنجه چیزایی که به ما گفتن این بود که شما به چه حق فرهنگ سازی می‌کنید؟ مردم دوست دارن مواد بزنن که بزنن، به شما چه ارتباطی داره؟ چه ارتباطی به شما داره که سطح شهر زباله هست؟ چه ارتباطی داره که شما در رابطه با بانک پلاکت ما رفتیم بیمارستان شریعتی ساز زدیم، بیماران سرطانی، بیماران خاص و اینا نمیدونم، مثلا نمیخوام اسمی ببرم یا کسی رو مسئول بدونم، ولی ما گروهی بودیم، من در مورد خودمون و تجربه خود، ما گروهی بودیم که یه عده نمیخواستن ما فعالیت کنیم چون مردم ما رو دوست داشتن و داشتیم تاثیر میذاشتیم و فکر این بودیم که یه اتفاق نو، یه اتفاق جدید. حالا یه سوال دیگه من دارم، الان خیلی کوتاه اول به من بگید الان شما که از ایران خارج شدید مشغول فعالیتی هستید؟ یعنی کاری رو شروع کردید یا فعالیتی دارید یا فعلا حالا منتظریم که یک شرایطی پیش بیاد که توی یک کشور خوب مستقر بشیم تا بتونیم فعالیت موسیقیمون رو ادامه بدیم. باشه، سوال آخرم اینه که چه آینده‌ای رو برای موسیقی خیابانی متصور هستید به عنوان یک نوعی از موسیقی که اتفاقا در غرب، در همینجا در لندن بسیار رایج هست؟ عرضم به خدمتتون که من میتونم فقط به شما بگم بچه‌های موسیقی خیابانی در ایران بسیار بهشون ظلم میشه، محجور هستن. حالا یک ویدیو اما منتشر شد که ما بعد 3 سال منتشر کردیم، من به خاطر تهدیدهای زیادی بود که ما رو کردن که تو فضای مجازی با پیج‌های مختلف که من اینا رو نگه داشتم که اگر این تهدیدها ادامه پیدا کنه اینا رو هم پست کار می‌کنیم که واقعا مردم بدونن که چه رفتاری با ما شده. و متأسفم که خبرگزاری‌ها تو ایران مثل موسیقی ما که یک خبرگزاری که گروه حداقل گروه‌ها و افرادی که مجوز دارن رو باید پوشش بده، ولی اصلا این اتفاق نیفتاد و تهیه کننده‌های ما به همراه موسیقی ما به همراه وزارت ارشاد همشون دستشون توی کاسه بود. حالا چه افرادی نمی‌خواستن ما کار کنیم من اصلا نمیدونم، ولی چیزی که وجود داره که موسیقی خیابانی همین الان که ما داریم مصاحبه می‌کنیم بچه‌های هستن الان محرمه، تا قبل روزهای محرم بچه‌ها خیابون می‌زدن، نیروی انتظامی شهرداری بسیج، افراد شخصی که با هر اتکتی با هر کارتی میومدن اذیت میکردن، برای همه بچه خیابون هست و موسیقی خیابانی در ایران امروز روز شده موسیقی پاساژی، شده موسیقی کافه‌ای. یعنی چون شرایط خیابون سخت شده بعضی از پاساژها برای جلب مشتری دعوت میکنن بچه‌ها رو به که همون هم که حالا خب گیر دادن که در همین ویدیو شما در یک مرکز خریدی هستید که میگن بیای بیرون دیگه. اتفاق افتاده. این مال 3 سال پیش، مال 3-4 سال پیش بود. موسیقی خیابانی خیلی محجوره. ما تو تمام مصاحبه‌های کتبی و سایتی داخل ایران گفتیم آقا یه صنف به ما بدین. تئاتر خیابانی صنف داره. موسیقی خیابانی هم صنف داشته باشه. ولی این اتفاق نیفتاد. مرسی از شما پدرام و پیام ملکوتی، اعضای یعنی در واقع مؤسسان گروه موسیقی خیابانی زرد یواش که در اتاق خبر مهمان ما بودید. متشکرم از شما. شبتون بخیر.